درود بر نگاه زیباتون. توی این ویدیو میخوام درباره رول XP براتون توضیحات مکانیک ها و روتیشن و اینکه چه انتظاری از یه XP لینر میره توی بازی بدم. بچه ها کل دیتیل این ویدیو بر اساس تجربه خودمه و از جای کپی نشده، ترجمه نشده ولا غیر. خب بخوام موضوع اولی که اول بگم که مخاطب این ویدیو بچه همه رنکی هست، یعنی شما چه رنکتون گلوری باشه، چه رنکتون ایمورتال باشه، چه حتی تازه بازی نصب کرده باشید، براتون مفید هست، به شرطی که کامل و بدون ایگو از قبل و اینکه من میدونم تو نمیدونی و اینها نگاه کنید ویدیو رو و سعی کنید چیزی یاد بگیرید. اگر هم بلدید سعی کنید ریمایندره، یعنی یک نوع ریمایندر الان براتون شاید بلد باشید ولی رعایت نمی کنید. خب همونطور که میدونید توی این بازی ما فایترهای زیادی داریم، یعنی هیروهایی که میرن توی رول XP به مراتب بیشتر از رول‌های دیگر، یعنی تنوع توی این رول به نسبت رول‌های دیگه بالاتره. حالا ما مدل‌های مختلفی توی XP داریم، تانک داریم، فایتر داریم، اساسین داریم. اینا خودشون جدا از دسته‌بندی فایتر و تانک و اساسین خودشون دو نوع دارن، یعنی یک نوعشون ارلی گیمن، یک نوعشون لیت گیمن. شما نیاز دارید که مثلا با یک فایتر ارلی گیم مثل دیراس شما نیاز دارید که ارلی گیم تأثیر خودتون رو بذارید، چون لیت گیم معمولا دیراس توی لیت فقط میتونه تک به تک، اصلا کلا هیروش تک به تک هست، ولی توی لیت گیم قدرتاش کمتره به نسبت ارلی گیم. حالا شما نکته‌ای که مثلا با هیروی مثل دیراس یا امثال هم که ارلی گیم خیلی قوی ترن نیاز دارید پلی متفاوتی داشته باشید تا یه هیروی مثل آرگوس یا زیلان. حالا انتظاری که از یک هیرو ارلی گیم و قدرتمند مثل دیراس میره چیه؟ بچه‌ها ببینید، هیروی مثل دیراس یا هیروهایی که توی ارلی خیلی قدرت و ادوانتیج بیشتری دارن به نسبت فایترها و هیروهای دیگه، شما پلی متفاوتی باید داشته باشید. حالا من چرا گیر دادم به این قضیه؟ ببینید شما فرض کنید که دیراسید و حریفتون هم خب مثلا همین زیلانگه، شما نباید توی لین باهاش لین کنید، یعنی نیازی ندارید به این کار. شما میتونید مثلا لین کنید، هرسش کنید، بفرستینش زیر تاور، فریزش کنید، ولی یک نوع سطح بالاتری از این پلی استایل هم داریم که بهش میگن اگریسیو. حالا چجوریه؟ شما نیاز دارید که همون بازی که شروع میشه برید و پشت تاور حریفتون مینیون های ویو 1 رو بزنید، لول 2 که شدید همونو مستقیم یا برید توی جانگل حریف اگر میدونید که تیمتون یا جانگلتون یا رومتون باهاتون میاد و میدونید که میرید میکشید برمیگردید زنده. اگه میدونید درسته میرید اونجا. اگر زیاد مطمئن نیستید، اعتماد به نفسشو ندارید، همونو میاید برای فایت لیتو. بچه این اسمش لیتوه، نه لاک پشته نه چیز دیگه. میاید برای فایت لیتو، این میشه یه پله پایین تر. ولی اگه برای این بخواید خیلی اگریسیو بازی کنید، نهایت پتانسیل دیراس رو بریزید بیرون، یا مثلا دیراس، فریا یا ازمرالدا، حالا براتون یه دونه لیست درست میکنم میگم با چه هیروهایی میشه اینجوری بازی کرد. شما که اینجا مینیونا رو زدید، فرض میکنیم اکسی پایینه، میرید و سر باف
جانگلر حریف، به شرطی که جانگلر شما بیاد و روم و میج شما هم بیاد، چون اگه این کارو بکنید توی رنک بالا پانیش میشید و میکشنتون. حالا توی رنک پایین که معمولا براشون مهم نیست، میاید اینجا و سعی میکنید که انمی رو از گلد و XP عقب بندازید. اگه این کار تو موفقیت آمیز باشه، همینو دوباره میرید برای حالا اینجوری نمیتونم نشون بدم، یکم دستم بسته است، میرید برای اون یکی بافش. حالا ردش رو زدید میرید برای بلوش زدید میرید برای ردش. همینجوری نمیذارید انمیتون فارم کنه. حالا اون یکی مدل اکسپلین، مثلا شما اون یکی مدلش میشه مثلا سان. مثلا با هیروی سان شما خب نمیتونید این حرکت رو بزنید. شما چیکار میکنید؟ سعی میکنید که توی لینتون صرفا مینیونا رو لسیت کنید. لسیت کردن بچه با هیروی لیت گیم خیلی مهمتره تا هیروی ایل گیم، چون لسیت که میکنید گلد و XP بیشتری میده، یعنی ضربه آخر یک مینیون رو میزنید. همینجوری با میشید زیر تاورتون یک میندازید میاد عقب، اون یکتون هم فید نمیدید کلون سانو، میاد عقب فارم میکنید تا آیتماتون بیاد. حالا یک سری از فایترها هم هستن که مثل سان عقب بازی میکنن، مینیون میزنن، ولی لول 4 که اولتشون باز میشه مثل هیرو لاپو میرن برای فایت ترتل. پس ما کلن 3 مدل از نظر من اکسپلینر داریم. یه اکسپلینری هستش که اگریسیو، میره سر باف حریف اینوید میکنه، باف حریف رو میدزده یا جانگلر حریف رو میکشه. اون دیگه خیلی سطح بالایی میشه، نیاز به مهارت و تیم خوبی داره. یه مدل فایتری داریم که کات میکنه، میاد تو فایت لیتو شرکت میکنه، بعد سعی میکنه تیمش رو جلو بندازه. یه مدل فایتر هم داریم که نیاز داره که آیتماش بیاد و فایتر کری حساب میشه، چون آیتماش که میاد دمیجش به نسبت یاراش خیلی بیشتر میشه. که اینا کلن به 2 بخش اگریسیو و پسیو تقسیم میشن. الان پسیو یعنی که شما زیر تاورتون بازی میکنید تا آیتماتون بیاد. اگریسیو هم یعنی که شما میرید و اینوید میکنید یا فایت میدید یا روتیشن میکنید، نمیدونم از اکس میرید از اکس میرید جانگل حریف. حالا شما این اشتباهی که من میگم میکنید کجاست؟ این که مثلا شما با مثلا هیرو دیراس پسیو بازی میکنید، یعنی لین میکنید. با هیرو مثلا ازمرالدا میایید لین میکنید، که به نظر من این نهایت پتانسیل اون هیرو رو نمیکشید بیرون و باعث میشید که مثلا شما هیروی حریف آرگوسه، هیرو شما دیراسه، شما درست فریزش میکنید نمیذارید مینیون بزنه، ولی بالاخره مید گیم آرگوس میره مینیون میزنه، آیتماش میاد و لیت گیم که میشه شما رو تک به تک میکشه. حالا مثلا مثال میزنم آرگوس، مثلا هیروی لیت گیم دیگه. خب هیروی لیت گیم به نسبت هیروی ارلی گیم ادوانتج بالاتری توی زمان لیت بازی دارن، که حرف من اینه که شما با هیرو پسیو بازی کنید، با هیرو اگریسیو بازی کنید. خب بچه‌ها یه انتظار دیگه هم که از اکسپلینر گفتم که اون مدل دومش که میره برای فایت ترتل، انتظار از یه اکسپلینر همینه که مثلا مثل لاپو، مثل یوژانگ، مثل اینجور هیرو، حالا من توی تیر لیست براتون قشنگتر توضیح میدم، اینجا امکانات کمه. از اونا انتظار میره که بچه‌ها ترتل رو سکیور کنن. یعنی چی؟ یعنی سر فایت ترتل اول میاد و اولت میزنه، با اولتش انمی رو یا زون میکنه یا میکشه که ترتل رو تیمش بگیره و اینجوری گلد کپتون زیاد میشه با انمی، الی ادوانتج پیدا میکنید. یعنی شما به نسبت انمی گلد بیشتری جمع کردید، لول بیشتری جمع میکنید و جلو میافتید. کل هدف مبارزه اینه که شما یا جلو بیافتید یا حریف رو عقب بندازید، که رول XP یکی از بهترین رولاست واسه این کار، که بتونید حریف رو عقب بندازید.
خب بچه ها، اینم تیر لیستی که قرار شد بهتون بگم که با چه هیرویی چیکار کنید و چجور بازی کنید. این بچه ها، این قسمت ویدیو مکمل اون 10 دقیقه اوله. میدونم آلردی 10 دقیقه ویدیو شده، ولی خب نیازی که این آموزش XP کامل و جامع باشه. اگر دوست نداشتید نبینید این پارتو، اوکیه. اگه با پارت قبلی راضی شدید، یعنی نیمه اول ویدیو، ولی خب این جدول قرار مکمل همون 10 دقیقه صحبت من باشه. خب بچه ها، بخوام از همین اول شروع کنم، بخوام اول این چیزها رو توضیح بدم. اگریسیو بچه ها، این قرمزه یعنی همون پلی استایلی که میرید کات میکنید و میرید توی جنگل حریف. لین دام هم یعنی هیروهایی که مثل یوژانگ توی لین زور میگن و هرستون میکنن. نید اولد هم یعنی هیروهایی که نیاز دارن لول 4 بشن و توی فایت ترتل شرکت میکنن. لیت گیم هم که خب مشخصا هیروهایی هن که فارم میکنن، آیتماشون میاد و لیت گیم تاثیر خودشونو میذارن. خب از همین اول با هیرو آکایو بخوایم شروع کنیم. آکای میشه جزو هیروهای نید اولد، توی فایت ترتل شرکت میکنه. آردوز میشه جزو هیروهای لیت گیم، استک جمع میکنه، لیت گیم دمیج زیادی داره. هیروی آلیس میشه هیروی لین دام که به یه سری هیروها توی لین زور میگه. هیروی بالموند، من نمیدونم بالموند کجا بذارم. بالموند میشه جزو هیروهای نید اولد، نمیدونم کجاش بذارم. هیروی بین میشه لیت گیم. بدنگ میشه نید اولد و لیت گیم، هم لیت گیم هم نید اولد، ولی خب بیشتر نید اولد چون توی فایت ترتل میاد تاثیر خودش میذاره. آلفا میشه هیرو لیت گیم. آرلوت میشه جزو هیروهایی که توی لین زور میگن. آرگوس میشه لیت گیم. باراتس میشه نید اولد. نمیدونم باراتس رو خیلی وقتی کسی نورده XP، ولی خب هستش تو این لیست. نید اولد. درختلی فردین نید اولد. آلوس لیت گیم. این بابا هم ادیس نید اولد. اسمرالدا بچه ها هیروی اگریسیوه، شما میتونید برید کات کنید و برید تو جنگل حریف. آلوکارت هیروی لیت گیمه. بندتا بچه ها هیرو اگریسیوه. بچه ها توضیح زیادی نمیدم چون نمیخوان تایم ویدیو 20 دقیقه بشه. 20 دقیقه بشینید ویدیو اکس ویلاگ ببینید. این پارت قبلی ویدیو خودش یه آموزش کاملی محسوب میشه. حالا این صرفا مکمل اون آموزشه. بچه چو میتونه اگریسیو باشه دست پلیرش. سی توی لین زور میگه. فریا میتونه اگریسیو باشه دست پلیرش. جوی نیاز داره اولتش باز بشه. جاهد میتونه توی لین زور بگه. کم رو گوشی سخته. جولیان بچه ها جدیدن هیروی لیت گیم شده، یعنی نیاز داره که شما 3 آیتم بیارید حتما، وگرنه مثل قدیم دیگه دمیج نمیده. بچه ها هیروی تانک معمولا نیاز دارن اولتشون بیاد که سر فایت ترتل تاثیر بذارن. زیاد تو لین زور نمیگن این هیروها. هایلوس هم نیاز داره اولتش بیاد. هایلوس XP کسی نمیبره جدیدن، ولی خب بچه ها گوین هم اولتش باید بیاد. هیلدا بچه ها تو لین خیلی زور میگه، خیلی لین دامینیتره. گلو تو لین خیلی زور میگه، لین دامینیتره. خالد اگریسیوه، میره کات میکنه جوین میده. مینی هیرو لیت گیمه، ولی خب با اولتش هم اوکیه، یعنی توی فایت ترتل مینی خیلی بیشتر تاثیر میذاره تا لیت گیم. راست بچه ها هیرو اگریسیوه.
لاپو بچه هیرویی که میارنش فایت ترتل، مثلا میارنش که ترتل بگیرن، هیروش این مدلی. ماشا هیرو لیت گیمه. مارتیس هیرویی که میاد ترتل بگیره، یعنی نیاز به اولتش داره. لئو هم همینطور میاد ترتل بگیره. این بابامون هم نیاز به اولتش داره. پاکیتو هیرویی که تو لین هم زور میگه، پس میذاریمش توی لین دام. کم سخته توی موبایل، کمی این سایت کار کردن سخته. فوبوس بچه هم تو لین زور میگه هم نیاز به اولتش داره، ولی خب تو لین چون بیشتر زور میگه به خیلی هیروها میذاریمش توی، اگه بتونم، توی هیرو لین دامینیتور. بچه اورانوس اگریسیوه، میره برای خودش کات میکنه، جوین میده، پاره میکنه. فارامیس نمیتونم چرا توی ایکس بیاس، شاید قبلا میبردنش، ولی خب نیاز به اولتش داره، میره توی هیروی نید اولت. تاموز هیرویی که توی فایت ترتل خیلی تاثیر میذاره. این داداشمون تریزلا هم توی لین زور میگه به خاطر ومپ زیادش. یه نیاز به اولتش داره. برو دیگه. ایکس بورگ نیاز به اولتش داره. زیلان که رو لیت گیمه. روبی نیاز به اولتش داره. سورا نیاز به اولتش داره، توی فایت ترتل زور میگه. سیلوانا نیاز داره اولتش بیاد. سان هیرو لیت گیمه. این اینجا چیکار میکنه؟ زید سیسیل نیاز داره اولتش بیاد. سورا تو لین زور میگه به خاطر اون کمان جونگش. پوک میکنه. کاجا نیاز داره اولتش بیاد که جانگل حریف رو سر ترتل استان کنه. این سنگلی هم نیاز داره اولتش بیاد. یوژانگ توی لین خیلی زور میگه، سر ترتل خیلی زور میگه، ولی خب چون تو لین بیشتر زور میگه میذاریمش توی لین دام. سیبر هم نیاز داره اولتش بیاد که حالا جانگل حریف رو پیک آف کنه سر ترتل. خب بچه تیرلیست ما اینجوری شد. هیروهای اگریسیو، هیروهایی که میرن کات میکنن میرن جانگل حریف. هیروهای لین دام، هیروهایی که توی لین به شما زور میگن، هرستون میکنن، زونتون میکنن. هیروهای نید اولد، هیروهایی که میان توی فایت ترتل و کاری میکنن که ترتل رو به نفع تیمشون کیل بشه. و هیروهای لیت گیم هم که فارم میکنن که لیت گیم تاثیر خودشونو بذارن. خب مرسی که تا اینجا نگاه کردید. اگه خوشتون بیاد رول های دیگه هم براتون میذارم، حالا پیشرفته تر و کامل تر. این ویدیو صرفا این بود که ببینم خوشتون میاد یا نه از این نوع دیتیل. و همین، موفق و مؤید باشید.